گفتی برفت حافظ از یاد شاه یحیی یا رب یادش آورد درویش پروریدن. آزمون سعدی خانی و حافظ خانی جنبست گردید. در آن خوانندگان از تمامی مؤسسه های تعلیمی شهر خوجند اشتراک نمودند. خوانندگان دور نهایی آزمون از اشعار شاعران کلاسیکی فارس و تاجیک حافظ شیرازی و سعدی شیرازی غزل قرائت نمودند. سعدی ها در پای جانان گر به خدمت سر نهی همچنان عذرت بباید ساختن جز تقصیر را. شرط آزمونی مذکور قرائت افاده‌ناک غزل بوده. آن دوامی روز گذرانیده شده است. دور اولی آن ماه دکبر در مؤسسه های تعلیمی گذرانیده شده است. اینچنین از جانب اشتراکچیان غزل های استادان زبردست سعدی شیرازی و حافظ شیرازی را با آهنگ درآورده قرائت نمودند. اگر اون ترک شیرازی بدست آرد استعداد غزل خوانی و مهارت نطقی اشتراکداران از جانب هیئت داوران بهای بلند داده بهترین ها را معین نمودند. مدیر شعبه معارف شهر خوجند مهیا اکمل خوجایو ابراز داشت که هدف برگزاری آزمون حافظ خوانی و سعدی خوانی بلند برداشتن مهارت سخنوری و شعردانی خوانندگان می باشد. مقصد و هدف همین گذراندن چنین آزمون‌هایی بیش از همه دریافت نمودن خوانندگان لایقتمند و همچنین جلب بیشتری خوانندگان به مطالعه کتاب‌های بدیهی شعرخوانی میباشد. در جنبستی آزمونی مذکور جای اول نصیب خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 17 و رقم 3، جای دوم خواننده از مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 22 مکتب خصوصی رستموف و جای سوم خواننده از لیسه فیزیکی متماتیکی رقم 1 به نام محمد عاصمی گردیدند. اینچنین برای اشتراکچیان بهترین که مهارت غزلخوانی خود را نشان دادند و خوانندگان مؤسسه های تعلیمی رقم 4، 9، 10، 11، 19، 25 گیمنازیه عرفان و مکتب برای خوانندگان بالایقت سزاوار بهترین ها شدند. به غالبان دیپلم و سپاسنامه ها تقدیم کرده شد. گزارش گنجینه آلین و اعظمجان رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.